آقا سلام، اومدیم با یه دونه کیس اوپنینگ دیگه. یعنی اومدیم که کپسول باز کنیم و ببینیم که چیا میده. حدودا 10 تا کپسول میتونم باز کنم، ببینیم که چیز خوبی میده یا نه. بریم سراغش ببینیم چی میده. این که چیز خوبی نداد. بعدی یک ذره مونده بود، یه ذره مثلا بهترشو بده. خدا کنه چیز خوب بده. چیزای ارزون داره میده بهم. بچه ها کپسول باز نکنید، هیچ سودی براتون نمیاره، به درد نمیخوره، پولتون رو هدر نده. وای نزدیک بود تو 4 میلیون تومن نزدیک بود بگیرم. وای بچه ها نگیر، ضرر زیاد. لعنتی یه صورتی میدادی حداقل. یه بار خواست صورتی بدونه تو اون قد شد تو ویدیو قبلی. مگه میشه آقا بعد از این همه استیکری چیز خوبی نداری؟ مگه یعنی چی آخه؟ لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره.